در این هفته روزهای دوم و سوم ایون سال 2023 پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در شهر چولپوناتای قرقیزستان در نشست سالن اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی اشتراک میکند. این سفر میشل در راستای افزایش توجه اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی در رابطه با پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ روسیه به ضد اوکراین صورت میگیرد. شارل میشل ماه اکتبر سال 2022 نیز علاقه یک دفعه با پرزیدنت‌های آسیای مرکزی در استونا ملاقات کرده بود. در پیشروی سفر نوبتی و اینک دوم پرزیدنت شورای اروپا به آسیای مرکزی در 8 ماه اخیر 5 سازمان حامی حقوق انسان، همکاری بین المللی اوید به حقوق انسان، انجمن حقوق انسان آسیای مرکزی، دعوت بین المللی حقوق انسان و رعایت قانونیت، تشبث حقوق انسان ترکمنستان و بنیاد پیشرفت قانونیت روز 1 ایون سال 2023 در اظهارات مشترک از شارل میشل خواستند که با رهبران منطقه مسائل کلیدی مربوط به وضع حقوق انسان در آسیای مرکزی را در میان گذاشته در نزد آنها قدم‌های مشخص جهت بهبود وضع حقوق انسان را همچون شرط تحکیم همکاری‌های اتحادیه اروپا با کشورهای این قلمرو مطرح کند. حامیان حقوق از جمله از میشل دعوت کردند که به ضرورت به جوابگری کشاندن تمام افراد گناهکار در پایمال کردن حقوق انسان در رابطه با چند بحران سیاسی سال 2022 در کشورهای آسیای مرکزی را که مقامات برای پراکنده کردن اعتراضهای عمومی و بی‌ترتیبی‌های ماه ینور سال 2022 در قزاقستان، ماه مای سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و ماه ایول در جمهوری قرقلپاکستان ازبکستان از چاره‌های شدید کار گرفتند تاکید کند. عقیده‌های سازمان‌های حامی حقوق مقامات این سه کشور تا امروز برای تحقیق مشکوفانه و مستقل شکایت‌ها از قانون شکنی‌ها در جریان این حوادث یگان چاره مؤثر ناندیشیدند و گناهکاران را به جوابگری نکشاندند. حامیان حقوق از پرزیدنت شورای اروپا همچنین خواستند که مسائل در آسیای مرکزی محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی به ویژه آنهایی که از خارج مبلغ گذاری می‌شدند در بین گذارد و بس کردن تعقیبات فعالان، حامیان حقوق، ژورنالیستان و بلاگران منتقد حکومت را تقاضا کند. سازمان‌های حامی حقوق همچنین اسم 10 فعال محکوم شده از 5 کشور آسیای مرکزی از جمله ادوکات‌های تاجیک منوچهر خالق‌نظر و بزرگمیر دیاروف را نیز نشر کردند که به عقیده آنها ناعادلانه بازداشت و زندانی کرده شدند. از جمله در مورد منوچهر خالق‌نظر گفته شده است که او در چارچوب تعقیبات عمومی در پی سرکوب اعتراضهای بدخشان با جرم‌هایی که همچون انتقام برای حمایتش از حقوق انسان و مبارزه‌اش برای تأمین فعالیت قانون در بدخشان به نظر می‌رسد به 16 سال زندان محکوم کرده شد. بزرگمیر دیاروف به عقیده حامیان حقوق نیز برای فعالیت ادوکاتیش محکوم به 22 سال زندان شده حالا با اتهام نوی روبرو شده است که میتواند سبب باز هم زیادتر کردن حکم زندانی او شوند.